ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори 14-умро аз рӯи достони нависанда Шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. Шераки Ориён. ишқи осону мушкил. ишқномаи Саттор Баҳман. صبح روی سفرکت یک طرفش شکسته و فرو رفته چشم کشادم که بالای سرم پیدا گشته کدام نفرها. شاید در خواب و خیال می دیدم اونها را. در حقیقت خیال زده شده این. محاکمه‌رانی این کسان را شنیدم. از چشمان و نگاهش معلوم بود به دیوانگی رسیده. نفران خلعت سفید پوش بودند که مرا بردن می‌خواسته با خودشان. تو را یک معاینه کرده دیدن لازم، بلکه طبابت گرفتنت ضرور باشد. من تماما صحت و سلامت. کی صحت و کی نه این را متخصص انیق بکند که بسا کسان ندانند کسلی خود را. مقابلت می کردم اما غالب می آمده آنها، بلکه کدام میلیسه های همراه آورده که آنها با دستان سخت و دغلشان مرا برداشته و غیجیم نموده به ماشین یاری تعجیلی بار کرده توانستند. از دنبال در پوشیده و قلف گردید. زوجه من در بیرون مانده بود، یعنی در صحن حولی عظیم خودمان. اما مرا می بردند اندرونی ماشینی درش قلف زده جانبی نامعلوم. بلکه نهایت در بیمارستان کسلی های روحی بودم که مردم عادی دیوانه‌خانه نام ببرند. قدرت بی همتای زنم را چاره‌گری و مکر و حیل ورا درک کرده بودم ژرف‌تر بلکه عمیق‌تر. بیمارستانی که مرا آورده تا حد زندانخانه را می‌ماند، یعنی گیردش دیوارهای بلند برداشتگی، سرشان خار آهن چسباندگی، یعنی همه چی را برای من به آخر رسانیدنی بوده اینجا ناعیان، یعنی هستی مرا آهسته به نابودی کشیدنی بوده، یعنی من زنده به زنده محکوم شده به نیستی، یعنی آن چیزی که با پروفسور کردن نتوانسته عملی کردنی میشد به سر من، یعنی مرا کشتنی بودند و کسی گناهگار و جرمدار نمیگشت، بلکه جرم خود من بود که به کسلی روحی پیچیده. برای این زوجه را هم طعنه زدن نمی توانست کسی که یقین تأکید می کرده چه کنم که دیوانه شد و دکتران برده. کسی دیوانه را میان جمعیت نمانند طبیبان. نباشد کی می گذارد شوهری عزیزش از وی دور افتد؟ خاصه کی خواهد نویسنده نامی در دیوانگی هم نام برارد؟ و شاید می افزوده ما چند سال یک جای زندگی کرده بودیم و یگان عیب و جرم مرا ندیده شوهرم دوست می داشته مرا. به قول خودش برای پاکدامنی و مهر و محبتی مدام من بوده که تأکید می کرد مدام. هرچند در برش چون پرده پیشینه نبودم که هر عملی ناشایسته خود را پس آن نهان بدارد، ولی اکنون نام نیکی مرا، اقتباس های ساخته از نام من آورده را همچون پرده استفاده می برد که پس آن بماند و باز کارهای میدانسته خود را نهانی ادامه داده تواند. ولی بالکل دیوانه نبودم، هرچند کسی به این باور نمی کرد، بلکه پیروز آمده بود زنک به تمام، پیروز آمده بر سری من. فراموش گشته دنیا می شدم اکنون،
یعنی زنده بودم و برای عالم و اطراف و بیرون وجود نداشته. زیرا برای ایجادگر که اکثر ورا غایت عقل و دانش بدانند دیوانگی و یا دیوانه اعلان گشتن خود مرگ یقین باشد. خلاص منی هوشیار دیوانه اعلان گشته و زنده در اصل مرده فراموش دنیا مانده. یعنی زنم که از دست گرفتنی پروفسور دیر مانده، در کار من و محو کردن من دیر نمانده. شاید قصاص پروفسور را نیز از من ستاندنی، یعنی به پروفسوری رفته گفتن میخواسته من که چنین توانستم بسیار چیزهای دیگر را توانم علیه تو و دوستان تو. دنیای عظیم مرا فراموش کرده و من هم شاید خودم را از یاد می برآوردم و این تا دمی پره و نابودی جسمانی رسیدنم ادامه می یافت. یعنی برای من گویا همه چیز به آخر رسیده. باز که هم یاد آورده می توانست مرا در این ملک و مکان مگر مبارک، یعنی همان بانوی در سابق چاپگر، اما وی هم بسته مرد دیگر و پسران خودش مانده در کجای دنیای پرپیچ. یا شاید مرا فراموش سازد اکنون که از این زندگی و از نظرها دوری دور شده. می گذشت در این حال روز و هفته و ماه زندگی. ولی روز از روزها، هفته از هفته ها ناگاه خبر دادند آمده کسی بر عیادت من. نخواد زنم باشد که نهایت پشیمان شده آمده و مرا بیرون کردنی از این چاه نابودی و برگردانیدنی به زندگی مقرر. زیرا تنها وی تواند چنین که اکنون می دانستم این را یقین. اما زنی بیگانه بود کسی آمده، از معامله دختران بر میزد وی از بانوان بانفوس باشد یا زنی یگان مردی سخنش گذرا، از این باعث نزد من وارد شده توانسته. بلکه ورا یک دو بار دیده بودم در کدام بزم‌های خاصه همراه شوهرش. یقین ترش زنی هاشیم رحیموف بود که اون مردک در آغاز فکولته ارتیستی را به اتمام رسانیده، در صحنه تئاتر و کینا کدام نقش‌های چندم درجه بازیده، لیک زیاد موفق نشده و بعد هاشیم رحیمی تهیه‌گری کردن خواسته و در آفریدن صحنه‌های تئاتری نیز بی‌هنری و بی‌فراستی‌اش نمایان گشته. باز قلم کشی کردنی شده و موفق نگشته و عمرش را می‌گذرانیده اصلاً نه از پی صیقل دادن هنر، بلکه از پی زنبازی و کارهای بیهوده دیگر. اما عجیبش که در صحنه هنر بیهنری از معانی خالی پوک و خسکی هنرمند نشان دادن می‌خواسته خودش را در کلان شوندگی و سیاست و تجارت، خاصه تجارت کامپیوتر. و یا شاید برای پیشه سیاست و تجارت هنر زیاد هم لازم نبوده. یقین ترش نیمه ارتیست، نیمه قلمکش، چلا استعداد، چلا انسان بود هاشیم رحیمی، بلکه منفور سیاه دل. از روی گپ زنش صنوبر که حالا نزد من می نشست بر می آمد شوهری وی با زنی من رفته به کدام فراغتگاه دوری اون ارتیست، یعنی به ساحلی روداب اسرار، تا بسا سیر و اسرار پوکانه دیگر ایجاد بکنه. دو کسه که رفته به بلا نمی ماند، هرچند زنی تو گویا برای تبابت عصبهایش رفته که به قول خودش از جبر دیوانگی نویسنده ویران شده.
وگر به چنین جای خلوت و آرام رفته طبابت نگیرم، به یگان درد و بلا پیچیدنم ممکن تأکید میکرد بی جمال خودش را خسته حال وانمود کرده. زنی هاشم رحیمی که به عیادت من به دیوانخانه آمده رویداد را چنین تشریح میداد: مناسبت پنهانی زنی تو را با شوهر خودم پیشکی پی برده بودم. بعد زنی تو شوشه اینجا انداخت و خودش رفت آشکاره. مرد من یعنی هاشم رحیموف رسوا مردی است که رفته با رسوا زنی دیگری عالم یعنی بیبی جمالک. چنین میگفت زنی هاشم رحیمی یعنی صنوبر. برمی آمد رشک و اضطراب آورده بانو را نزدیک من، وگرنه به یاد کی می رسیدم. یعنی زهر دلی وی زیاد شده و برای آن را ریختن واسطه نیافته که آمده پیش نویسنده، بلکه یک دوگانه هم نیز مصلحت داد چنین بکنم، یعنی مراجعت بسازم به شما. هرچند نگفت دوگانه‌اش کی بوده و چی نام داشته، بلکه ابراز می داشت عشق ورزی زنی من و شوهری وی اندرون اتاقهای فراغتگاهی پهلوی روداب اسرار گویا کم باشد. شبهای ماهتابی سری تیپه و کوههای آنجا برآمده با طرز آرگینالی وصل می جسته، یعنی در بلندترین نقطه کوهستان یا زیباترین جا یا خلوتترین گوشه های آن عشق ورزی می کرده. این دو نفر در اصل چنین ارگینال کاری ها خاص زوجه من بوده. شاید با کسی اولی حیاتش قربیکف همچنین زیر مهتاب عشق ورزی می کرده، نهانی در سای و پشته ها زیر انوار ماهتاب. ارگینال کاری های زنی تو مفتون کرده مرد مرا، ابراز می داشت همسری هاشم رحیمی. چنان مفتون کرده که مرد من می خواسته این زنک یعنی بیبی جمالک برایش پسر آورد که نامش را بینامند ماهتابی یعنی قمر. فکر می کردم اون بیهنری صحنه تئاتر و کینا، اون نیم ارتیست و نیم قلمکش، چله استعداد و چله انسان مکار یعنی هاشم رحیمی که به خود لقبی بازینگر را گرفته، یعنی بازینگر صحنه دیگر، نمیدانسته زوجه من صدها مراتب بیشتر بازینگر باشد نسبت وی، بلکه پرمکر باشد، هرچند به نظر گویا عادی و آرام و بی عیبک و بیگناه میتافته و رخسارش را مدام تبسمی نرمی گویا با شرم آلوده می پوشانده، برابر این کیها بی ذریات شده و فرزند نمی آورده. خلاص مهتاب پسر با نام قمر به دنیا نه آید هرگز، ولی با وعده فرزند آوردن زوجه بازینگری من خود را فداکاری بازینگری دیگر نشان دادنی می شده، یعنی خود را قربان شده وی وانمود کردنی بوده. چون این نازکانه بازی کرده می توانسته این بانو. آخر شما نویسنده و یگان کار کردن نمی توانید مگر؟ می پرسید زنی دیگر یعنی همسری هاشم رحیمی که نزد من وارد گشته بود. اگر می توانستم می شد مکانم همینجا، به دیوانخانه و دیواره های بلندش که سرش خاره ها داشت اشاره نمودم. آخر شما اقلاً نوشته می توانید که دایر این. اون دوگانه هم تأکید می کرد این همه رویداده را هیچ کس امثال شما اینقدر پرتأثیر نوشته نتواند. دوگانش کی بوده نمی دانستم و نپرسیدم که حاجت نشماریدم، ولی دایر وضع خودم اظهار داشته بودم و من حتی کاغذ ندیهند اینجا که بنویسم. شاید همین طور فرمان شده از بالا. زنک فرمود به من کاغذ و قلم بدهند و خودش رفت و من باشم پکر مانده بودم.
فقط گاه اندیشه پروفسور به یادم می رسید. در حبسخانه نیز بسا آدمان روحی مطیع نشونده و غالب پیدا کنند، بلکه اونجا هم که امیدی نمانده برای ادامه زندگی تلاش به خرج بدهند. با وجود این چیزی که نوشته نتوانسته بودم و همسری بازینگر یعنی صنوبر آمده از سری نو. رشک به چی راه نمی کشیده زنها را و کجاها نمی برده. می خواست بسا چی را علاوه کند که نوشته آینده‌ام مفصل بگردد. بلکه به وی گفتم دیوار موش دارد و موش گوش، پس صحبت ما و انشای آن فقط از بیمارستان بیرون صورت گرفته بتواند که از چشم بیگانه دور بوده آنجا تحلیل و تکمیل یافتنش امکان بشود. زیرا اینجا انشا کنم غیب زدن نوشته ها ممکن، یعنی سیر آشکار گردد، بلکه روز بناگاه مردن مرا هم بشنوی، یعنی خودت دانی قدرت اینها را. به تو هم زیان عظیم رسیدنش ممکن وابسته این، یعنی در نوگی تیغ بازی نکنن. زنک رفته بود، شاید جرأت یا امکانی از اینجا برآوردن مرا نیافته، یا دانسته که برای مرا برآوردن یعنی موقتی برآوردن هم مبلغی زیاد لازم، یعنی مبلغی بیشتر صرف کردن لازم از ذخیره بازینگر که بعداً خودی بازینگر از این آگاه گردیده به سری وی بلا و آفت آوردنش یقین بشود. خلاص کار ما به آخر رسیده شماریده می شد و من فراموش شده می ماندم اندرون زندانهای کناره. شب بناگاه مرا به ماشین یاری تعجیلی بیمارخانه بار کردند، جای می بردند. مگر این هم جزا باشد که نزدم زنک آمده و بعض سیر و اسرار دیگری زوجه مرا آشکار کرده. پس برای این زنی هاشم رحیمی را نیز جزا دادند و نوبت جزای من رسیده. عجیبش که مرا آورده بودند خانه خودی هاشم رحیمی. شاید مرده زنی ورا یعنی صنوبر را نشان دادنی برای من. ولی خودی صاحب خانه راست می ایستاد روبرویم، بلکه مرا پیشواز گرفته بود زنده و سلامت همسری هاشم رحیمی یعنی صنوبر. اول ترسیدم و جرأت نکردم برای این کار، ولی یک دوگانم روح بلندم بکرد و از این باعث از نام شوهری بازینگرم فرمان دادم و کارها نهایت چنین بشد. البته به صرف مبلغ نشود این خیل کارها. اظهار داشته بود صنوبر بعدی که آورندگان من بازگشته رفته. باز نگفته نام دوگانش را که با مصلحت وی چنین کرده است، ولی در راه قصاص از شوهر همه گناه مرد خودش را می گفت برای من. می گفته تا بنویسم و اسرار نهان را، بلکه چهره اساسی شوهری بازینگری در اصل کم هنر و قلاب، دیوس و زنباز و معشوقه بازینگری و را آشکار تصویر بسازم تا بعد مردم بخوانند و بدانند اصلی ورا. البته این بازی خفناک و جانگیر بود که در عاقبتش خودی بانو و مرا فرو کشیده می توانست و نتیجه مطلوب هم نمی آورد برای ما. الخاصه در وضع حاضره که غالبان و حاکمان غرامبازان شده و آنها خود را حاکمی مطلق ملک می انگاشته. ولی زنی به اضطراب آمده مرد بازینگر یعنی صنوبر همانا می گفت حرف دلش را و روی ورق دیدن می خواست آنها را. بعدی بسا گفتنش و دلش را خالی کردن گویا اندک سبوک گردیده که خوابش برده. یقین چند شب بخوابی کشیده تا اینجا آوردن من میسر بشود و دلش را خالی کرده بتواند. این هنگام هاشم رحیموی
ملقب به بازینگر یقین عشق بازی داشت با زنی بازینگری من در ساحل روداب اسرار و دامن کوهستان پر اسرار اونجا و من باشم انشا می کرده در پایتخت قصه آنها را با خواهش زن دیگر یعنی صنوبر. بلکه تا پوره انشا کردن این قصه چند شب باید می ماندم در خاندان خودی هاشمی بازینگر. بلکه ناعیان از خانه هاشمی بازینگر بیرون رفتم و شبی بود. قدمی من سرعت می گرفت بلکه می دویدم. نمی گریختم از زنک با نام صنوبر، نمی گریختم از این شهرستانی به پنجه فتنه ها گرفتار، بلکه می رفتم سوی حولی خود. چند کوچه را گذشتم تا رسیدم به خانه و حولی خود. از بس که صاحب این حولی به شمار می رفتم، همه جای آن را می دانستم و در حالت قلف بودن دروازه نیز راه وارد شوی عیانم بود. فقط اینجا سگی برزنگی آدمخور که دیو لقب داشت هیدو می گشت و کس را لخته کردنش امکان داشت، ولی مرا شناخت و از عکاسی پرتهدیدی دیوانوار بیستاد. دمک بیزد، با توجه نزدم بی آمد، بویم کشید. آخر مهربانی می کردم دمی اینجا ساکن بودنم، غذا می دادم مدام، سرش را با نوازش می مالیدم. حالا نیز سرش را پیش آورده بود تا چنین کنم. تغارش غذا هم داشت که شاید روزانه کسی می آمد و حولی را در را خبر گرفته سگ را غذا داده می رفت. بعد اندرون این خاندان قدم بر می زدم که پیش خودم ساکنش بودم. سفرکتی قدیمه را دریافته بودم، دستنویس و بعض کتاب‌های مربوط آغاز ایجاد خودم را همچنین. مبلغ و شناسنامه را هم پیدا کردم که میان آنها می ایستاد، یعنی زنی خاندانم بیبی جمال یا اینها را ندیده بود یا یقینترش بی اهمیت شماریده. بعدی که من به چنگال چیزی دیگر گرفتار گشته، یعنی به دیوان خانه فرستاده شده، یعنی محبس و نظربند بوده و از آن خلاصی امکان نداشته. خلاص از این باعث دست نزده بود به اینها که دیگر لازم نشود برای ادیبه و کسی دیگر نیست. اکنون من آنها را جمع‌تر کردم و می بستم، ولی با خود نبردم که تا آغاز صبح وقت کم مانده و بعداً کجا هم می بردم. به خانه زنک برگشته بودم نهایت، یعنی به خانه هاشم رحیمی. سپس به نوشت گفته های دیگری بانو شروع کردم و علاوه و اصلاح می در آوردم. چند روز و شب گذشته بود به این منوال و بسته کار و تشویش ها مانده. باز شبی رسیده بود. من که نوشته را به آخر رسانده بودم روی میز وی بگذاشتم، یعنی فرجامی نوشته ها معنا داشت. پگاه باید بازگشت فرستاده بشوم به دیوان خانه. نوشته های مرا باشد با امضاهای مستعار و نامهای دیگر به هر سو پهن کردنی بوده بانو، یعنی چنان که گویا کار دست وی نباشد و نوشته من همچنین. هرچند این نوشته ها به سر او و سر من چی خطر جدی و چی بلا و آفت آورده می توانست در آخر درک می کرد و نمی کرد این بانو سر استراب و رشک فراگیرش، سر غم و احساس خودش. آخر اندرون این دیار نیروهای در عملی نهان باشند که همه چی را بالاخر دانسته و آشکار کرده و ضربه زده بیتوانند. ولی بانو از نام کدام آشنایش حق بودن خود را تصدیق می کرد. اون دوگانه می گوید کارهای من به سمت درست روانه. می گوید خداوند مددگار بگردد راست کارگان را. به اندیشه رفته بودم و فکر می کردم درباره دوگانه او و سخنهایی به این وابسته.
шумо гуфтори 14-ро аз рӯи достони нависанда Шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир шунидед. Коргардон Илҳом Кенҷаев. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.